قربونت خداحافظ خدا. چرا فرق وایستا؟ زن شما داری مشکوک میزنی عزیزم. بگو دارم میرم پارتی، بگو دارم میرم مهمونی. میخوای گوشی منو چک کنی؟ آره صبح تا شب داری سلام صبحای گوشی ما رو میگه. میگم ببینم کیه اون گوشی. وایستا اینجا. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه، تعطیلات خوبی رو گذرونده باشید. من و مهیار که حقیقتا مریضیم، اصلا تعطیلات خوبی نداشتیم. من که هنوز سرما خوردم، خوب نشدم. ولی دیشب پیش خانواده‌ام بودم، یعنی داداشم اینا از مشهد اومده بودن تهران و اینکه پیششون بودم. مهیارم در جریان بود. الان مهیار هنوز خونه نیومده. من گفتم آماده شم، همینجوری قرار نیست جایی برم و به مهیار نگفتم انگار که میخوام برم بیرون و یک جوری وانمود کنم که دارم میرم مهمونی، یعنی به دل شک بندازم. جلوش بگم با خانوادم قرار دارم، ولی خب آرایش غلیظ کردم، مانتو کوتاه پوشیدم، میدونه اینجوری نمیرم و اینکه ببینم ریاکشنش چیه. اصلا ریاکشنی به این موضوع نشون میده که بهش چیزی نگفتم و دارم میرم. همین دیگه، ببینم اصلا من شک میکنه دارم میرم مهمونی. یه جوری میخوام وانمود کنم تلفنم هم زنگ میخوره، دوستم و از اینجور چیزا. دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. آیفون رو زدم داره میاد بالا. بالا بازی کنه. سلام مامان، سلام قلونه لولم پسرم. تیکی باجا، تیکی باجا، خدا جونم. سلامش هم کلید داشتی؟ چرا آیفون کجا میری؟ من برم استمپ اومده دیگه. منتظر بودم فکر کردم چیز نداری، کلید نداری. یه دو دقیقه ببینم دیشبم که نمدی ببینم. خب عشقم بیام استمپ گرفتم. آره بذار دو دقیقه بیشتر معطل استمپی هست فکر کنم. بذار برم دیگه عشقم. کجا میری عشقم؟ بیا ببینم. نه دیشبم که نبودی. کار دارم عزیزم، اگه موندم تا الان موندم بخاطر گفتم کلید نداری اصلا. خب ببینم دو دقیقه عشقم کجا میری؟ من همینجوری نیومده همش کجا میخوای بری اصلا؟ نگفتی آخه میخوام برم جایی به من. خب عشقم نشد دیگه، وقت نشد. خب کجا داری میری؟ چی دیگه؟ پیش بابا اینا دیگه. کجا میرم؟ دیشب من پیش بابا اینا نبودی؟ بابا چه ربطی داره؟ خب میخوام دو شب برم. اساس من استمپ کنسل کنی. با این لباس آخه میخوای بری پیش بابا اینا؟ چیه مگه؟ چشه لباس؟ استمپو که کنسل کن خودم میرسونمت. نه خودم میرم. خب میرسونمت. خودم هم نمیشه عزیزم. خودم ماشین هست عشقم. خودم میرم. بابا اینا مهدی گفتی یه شب میخوام برم پیششون، دیشب رفتی دیگه. با اجازه ندارم عزیزم برم بیشتر پیش خانواده‌ام. حق ندارم برم. خودم میخوام برم. چرا من میبرمت دیگه عشق من. برای چی اینجا؟ میخوام خودم برم. من میبرمت. دورت بگم چرا من تنها بری؟ من اینجا با استاد. دیشب پس چرا نبودی؟ دیشب خودت گفت من خونه نبودم رفتی آخه. میشم که خونه الان آدم میبرم. چه ربطی داره؟ می‌خواستی برسونی میرسی دیگه. نه نفس بگیرم گرمم خستم. میرم خودم الان. میبرم. یه لباس عوض کنم یه تیشرت بپوشم میبرمت. کجا می‌خوای بری؟ ناراحت نشی فعلا بگیر انداختم. نه کجا هم بابا اینا؟ چی؟ کجا هم بابا اینا؟ کجان که همونجا دیشب هست دیگه. بسرم بینه چی بازی میکنی؟ میبرمت دیگه. برم دیگه. میبرمت دیگه. خب بشین 5 دقیقه آقا به جای اینکه استمپ بگیری من میبرم. 5 دقیقه پیش من بشین. دارم دیرم میشه. ساعت نگاه کردی ساعت که 12 شب عشقم. خب دیگه تا از الان میرم تا صبح اونجا. بابا اینا که زود میخوام. من نمیم تو دیشبم ساعت 1 برنامه‌مون این بوده که از این تایم تا اون تایم بیدار بمونیم. 12 تا 4 5 صبح. نه بیشتر، تا وقتی آفتاب بزنه. با این لباسا هم میری. بابا اینا سایکو میرن؟ میبرم. کجا هست؟ کدوم سمته؟ خودم میرم. عشقم میبرمت دیگه. ای بابا داری مشکوک رفتار میکنی. سمت چیزه کردن تو اینجا. بابا اینا سمت کردن. شب تا صبح هم میخوای بری غزل. لایک لوکیشن برات میفرستم دیگه. گفتم دروغ نگم. خب خودم میبرمت با هم نیستم اونجا کار تموم شد. وای یعنی چی؟ من تا صبح اونجا مهیا. من تا صبح میشونم اونجا دم در دیگه. اینجا میخوام
تنها بشینم تو خونه میشینم اونجا دمونه والا ای بابا الکی هم رفت کردم الان من تا خوردن ساعت 12 شب من تاکسی پیدا کنم یا نه خطرناکه اصلا عشقم اونجا دختر رو میبرم میدزدن با بابا مینا اونجا مرد زیاده نگران نباش دیشب بودی گفتی من یه برم مثلا نگفتی بابا اینه میخوام برن امروز الو سلام خوشگلم چطوری؟ نه دورت بگردم به خدا ماشین گرفتم پیدا نمیشد به جون خودم آره بابا پیدا نمیشد الان چند دقیقه دیگه میرسه نه اوکی هم لباس اینا اوکی پس تا صبح تو باشه عشقم چیزه مجنونم هستم نه باشه میبینم من قربونت خداحافظ خدا چرا فردا میکنه وایستا یه دقیقه میگم کی هستش؟ دختر خالم بود نه دختر خالم چرا بابا ببخشش هم دخترم من بود اشتباه گفتم غزل چی؟ مجید کیه؟ پسرم من من لباسات خوبه داری عشقم فامیلم دیگه خودم میبرم من یه ذره حقیقتشو بخوای یه ذره دلم چیز افتاده شروع افتاده شک و شبهه ایجاد شده میبرم تو خیال خودم شک داری که نه شک ندارم خودم میبرم تو خیال خودم اصلا تو اصلا بگو 2 شب من به تو بگم دارم میرم بیرون تو بشکا خودم میبرم که خیالت هم راحت نه نمیخوام من اونجوری خیالم ناراحت غزل جان شما داری مشکوک میزنی عزیزم چرا مشکوکی بگو دارم میرم پارتی بگو دارم میرم مهمونی دارم میرم چه پسر مشکل داری تو غلط میکنی برو بابا این حرفا چی ببینم کیو گرفتی ای خب تو میخوای گوشی منو چک کنی آره تو که از صبح تا شب داری سلام صبحای گوشی ما رو میگردی من حق دارم تو چه حقی داری کی میگه دختر حق داره پسر نداره نه همه چی برابره بده من میگن دارم من میشه خانوادم من بیاد چه میشه خودم میبرم این خانواده اون خانوادت بیاد من میرم ببینم بشین جوری با این استرس میگیرم میگم ببینم کیه اون گوشی 20 سال غزل جان اصلا اصلا دیوونه ها رو دارن یا دست پیش نگیر پس نیفتی عشقم داری مشکوک میزنی خب برو بابا چطور دیشب مشکوک نمیزدم من نگفتی داشتم میخوام برن کلا میخوام برن دیگه نیستن امروز بعد الان دختر خالت نه دختر عمت زنگ زده که مجیدینا هم هستن لباس هم خوبه تا صبح پارتی دوم من خانوادم دوست دارم تا صبح پارتی کنم منم میام پارتی میکنم اصلا پارتی خوراکمه اصلا من پارتی کنم اصلا من 9 سال دارکم اصلا من دارکم زده بیرون اینا اصلا من میام پارتی میکنم بری با همین رکابی میام اون جلو اینجوری میکنم بری همه چی میزنم واسه یه جوری هد بزنم بابات ببینه بگه به به الو وایسا اینجا بده من ببینم کیه برو بخوام تلفنم جواب بدم بار به بازی با من دیرم شده همه بگیرش از اون من خدا پیرم شده در 12 نیاد غزل داری از داری از همه یه لحظه ساکت باش یه لحظه ساکت باش بابا زشت جلو دخترم اینا صدا پسر در میاد از تو خونه ساکت باش چه زندگی مزخرف ساکت باش چی نگو دیگه چه میدونم اون وقت با هم حرف بزن باش تو برو اونجا بشین من اینجا میخواشتم دور اونجا بشین عجب گیری کردی ما توی زندگی باشه چی نگو صدا در نمیاد جواب بده الان قطع میشه من خودم میخوام زنگ بزنم تلفنشو قطع کرد به کی میخوای زنگ بزنی؟ به همونی که الان بهم زنگ زد خدا این دروغ میگه من دروغ میگم الو مجید جون ببخشید من دستم باز قطع شده نه نفس نمیزنم آره سارا رو زنگ زدم خب مجید جون کیه؟ بیا اینجا بچه هم هستن؟ بیا اینجا میگم باشه
میبینمتون پس خدا میگم کیه وایستا بینم غزله مجید جون اسکول این که یگانه است که زنگ میزنی بهش چه تو پرت داری میگی یعنی غزل جون قربونت برم منم قشنگ میرینی تو اعصاب آدم بیا بگو لایک کامل سابسکرایب اینو من بعد جبران میکنم یادتون باشه این حرکت رو لایک کامل سابسکرایب یادتون نره فقط اون دستگاه رو روشن کرد بریزه جونم